سلام و عرض ادب. علیرضا قاسمی هستم. ورودی امروزمون یه 207 بود که شاسی ماشین از کف برش خورده، تعویض شده. این وضعیت موم کشیشه. شاسی از این بیخ تعویض شده رفته. حالا بریم از زیر بهتون نشون بدم ببینید که چه وضعیتیه. دوستان ببینید این زیر اتاق ماشینه. شاسی از این قسمت که میبینید برش خورده. اینا همه وصل پینه و جوشای غیر فابریکیه که خورده. وضعیتشو ببینید. ماشین مدلش هم پایین نیست. ماشین مدل 401. خیلی 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 مراقب باشید. با حساسیت خیلی بالای ماشین ببینید. الان وضعیت این ماشینه. سینی پشت موتور این ماشین رنگ شده، تعویض شده. یه قسمتی دقیقاً از زیر ریور برش خورده، برش ارضی خورده. ماشین دو تیکه محسوب میشه دوستان من. شاسی هم که عوض شده، رنگ شده. کارشناسی کنید، ماشین بخرید، راحت بخرید، راحت بفروشید. گول حرفای یه سری کارشناس نماها رو هم نخورید. سه تیکه این جلوی ماشین هم تعویض شده.